این حرف بی اساس را ما نمیپذیریم. هنوز دلیل مرا نشنیده اید؟ حرف مرا بی اساس میشمرید. برای شما از قرآن دلیل میآورم. در آیه 124 سوره بقره آمده است: و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه ثابت می‌کند که امامت بالاتر از نبوت است، چون پس از اینکه حضرت ابراهیم از امتحانات الهی سربلند بیرون آمد، از طرف پروردگار به مقام امامت ارتقاء درجه یافت. پس باید مقام علی از مقام پیامبر اسلام هم بالاتر باشد. آیا این غلو نیست؟ میدانید بین نبوت خاصه و نبوت عامه تفاوت‌های بسیاری است. امامت از لحاظ رتبه پایین تر از نبوت خاصه، یعنی مقام نبی مکرم اسلام، و بالاتر از مقام نبوت عامه است. زیرا امیرالمومنین واجد مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول خدا داشته، پس واجد مقام امامت شده و بر انبیاء گذشته فضیلت دارد. شما دائما مطلب را مشکل تر می کنید. هنوز مشکل اول حل نشده، اشکال دیگری مطرح می شود. چه مشکلی؟ در حرفهای شما مشکلاتی وجود دارد که گمان نمی کنم بتوانید آنها را درست کنید. شما الان فرمودید که علی کرم الله وجهه دارای مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول الله داشته و از تمام انبیا بالاتر است. تمام این مشکلاتی که به نظر شما حل نمی شود با یک حدیث جواب داده می شود. حدیث بسیار معتبر منزلت از قول رسول خدا خطاب به امیرالمومنین صادر شده که اما ترضا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لانبی بعدی. یعنی ای علی، آیا راضی نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من همچون مقام هارون نسبت به موسی باشد؟ اولا صحت این حدیث نامعلوم است. ثانیاً اگر هم درست باشد خبر واحد است، لذا خوب است شما هم به آن اعتنایی نکنید.